بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهان نور و درس تفسیر نور، در درس 51 از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. در این درس به حول و قوه الهی آیه 101 تا 103 سوره مبارکه البقره رو با هم یاد میگیریم و شرح و تفسیر میدیم. همطور که مستحضر هستید، محورهای درس ما در مجموعه سلسله درس تفسیر شامل این نکاته: ابتدا شنیدن تلاوتی زیبا از مجموعه آیاتی که میخوام تفسیر کنیم، بعد از اون معانی کلمات دشواری که در این آیات نهفته است، از اون پس ترجمه آیات به شکل روان و بعد از اون مفاهیم لغوی که در این آیات نهفته است و مدلولهای خاص خودش را داره و از اون پس شرح و تفسیر بیشتر آیات و ربط اون به آیات ما قبل و در نهایت درس عبرت هایی که در مجموعه آیاتی که تفسیر میشه نهفته است. ابتدا بریم بشنویم تلاوت زیبایی از آیات 101 تا 103 سوره مبارکه البقره. ولما جاءهم رسول من عند الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير
لو كانوا يعلمون. بله عزیزان، آیات 101 تا 103 سوره مبارکه البقره را شنیدیم. این آیه شروع میشه مجموعه آیات با لما جاءهم رسول من عند الله نبذ فریق. اینجا لفظ نبذ اومده مصدق لما معهم. نبذ فریق، نبذ در اصل گفتیم فعل هست به معنای دور انداختن یا کنار گذاشتن و یا بی‌توجهی و شکستن. اگر یه چیز معنوی باشه که نمیشه دور انداخت، به معنای اینکه پشت سر گذاشتن و رها کردنشه. وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، وراء یعنی پشت و ظهور یعنی پشت سرشون، پشت کمرشون، و معنای بی اعتنایی و بی توجهی است. وقتی یک کسی حرف دیگری را پشت سرش میندازه یعنی چی؟ یعنی بهش بی توجهی میکنه. کأنهم لا یعلمون، کاف برای تشبیه است، یعنی مثل این که اونها نمیدونند. این کارشون اینه که نمیدونن که این واقعیت داره و این را قبلا میدونستن، یا مثل این که نمیدانند یا گویا این که اینها علم و آگاهی و اطلاعی نسبت به اون موضوع ندارند. در آیه بعد میخوانیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. واتبعوا یعنی پیروی کردند، اتباع یعنی پیروی، و اتبعوا فعل ماضی است از اون فعل مصدر اتباع به معنای پیروی کردن و گردن نهادن. ما مصدریه است یعنی آنچه. تتلو یعنی شیاطین، تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تتلو در اصل از تلاوت هست به معنای یاد دادن، به معنای باخبر کردن، آگاهی دادن، از اون جمله هم میاد. علی ملک سلیمان یعنی بر عهد و زمانه و یا در عهد سلطنت و پادشاهی سلیمان علیه السلام از پیامبران بزرگوار بنی اسرائیل. هاروت و ماروت. هاروت و ماروت نام دو فرشته معروف است در بابل. اونجا اومده بودند برای آموزش سحر یا باطل کردن سحر. در واقع به مردم یاد میدادند که چگونه باید سحر را باطل کرد، در حالی که قضیه برعکس شد و مردم راه سحر و جادو کردن را یاد گرفتند و بنابراین خودشون مبتلا شدند به این درد بسیار ویرانگر و اون سحر و جادو بود. و ما هم بضارین. ما هم ما نافیه هست یعنی به معنای نفع میاد، معنای لا میاد، یعنی نیستند آنها. ضارین یعنی ضرر رسانندگان و آسیب رسانندگان. ضار یعنی ضرر رسانده. این که خداوند اگر بخواهد هم ضرر میرساند هم نفع میرساند. اونی که ضرر میرسونه و اونی که نفع میرساند، در حالی که قرآن کریم نفی ضرر کرده از هر کسی از جانب خودش. یعنی به عبارتی که مبحث اعتقادی خیلی زیبایی اینجا باز میشه که اگر انشاءالله شد در معانی و مفاهیم لغوی بحث خواهیم کرد. خداوند عزوجل در همچنین فرمود و ما لهم من خلاق. خلاق یعنی نصیب و بهره، و مثوبه یعنی اجر و ثواب و این اجر و ثواب. خب با توجه به این آیات و همچنین لبئسه به معنای بد چیزی است یا بد کاری است که اونها انجام میدند، و ما شروا آنچه که خود را بدان فروختند. ما شروا به انفسهم. خب ترجمه آیات 101 تا 103 سوره مبارکه البقره چنین میشه: ولما جاءهم رسول من عند الله. این آیه 101 میتونیم اینگونه روان ترجمه کنیم که خداوند عزوجل میفرماید و هنگامی که پیامبری از جانب الله که اون محمد ابن عبدالله علیه السلام باشد به طرف آنها فرستاده شد. ولما جاءهم رسول من عند الله، رسول از جانب الله سبحانه و تعالی، و مصدق لما معهم، که این رسول یعنی این پیامبر تصدیق کننده کتابی بود که به آنها بود، یعنی تصدیق کننده تورات آنها بود، انجیل آنها بود.
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، گروهی از اهل کتاب کتاب الله را که قرآن بود را پشت سر انداختند و آن را نادیده گرفتند. کأنهم لا یعلمون، مثل اینکه نمیدانند یا گویا اینکه از چنین پیامبری هیچ علم و آگاهی ندارند. یعنی قرآن داره اونها رو توبیخ میکنه که این عمل کرده اهل کتاب بسیار نازیبا بود، حالا اینکه اونها در تورات و انجیلشون کاملا از صفت پیامبر و اوصاف پیامبر خونده بودند. آیه 102 که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، داخل آیه ترجمه این آیه مبارکین میشه که و پیروی کردند، یعنی اهل کتاب یا احبارشون، آنهایی که دنبال سحر و جادو و سوء استفاده از این علم بودند. به هر حال علم سحر و جادو هم یک نوع علم هست، ولی علم مفسد هست، علم فاسد کننده و ویرانگره که آموزش آن روا و جایز نیست و رجوع و بازگشت اون برای هر کاری در اسلام حرام است. قرآن کریم فرمود پیروی کردند از آنچه که شیاطین در عهد سلیمان، پادشاهی سلیمان علیه السلام، برای آنها می‌خواندند و به آنها یاد می‌دادند. و سلیمان کافر نشد و ما کفر سلیمان. و علت نفی کفر سلیمان هم این بود که در تفسیر خواهیم گفت که بسیاری از این احبار فاسق معتقد بودند که سلیمان با سحر و جادو حیوانات و پرندگان را مسخر خودش کرده، در حالی که این یک علم لدنی از جانب الله سبحانه و تعالی بود. بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند با آموزش سحر به مردم و آنچه که در بابل بر هاروت و ماروت نازل شده بود. یعنی این شیاطین انس و جن بودند که با آموزش سحر و جادو و آنچه که از راه و روشی که از هاروت و ماروت آموخته بودند را برای سحر و جادو به کار بستند و آنها به کسی چیزی یاد نمیدهند مگر اینکه میگفتند، یعنی هاروت و ماروت به مردم وقتی یاد میدادند که سحر را باطل کنند، به اونها میگفتند ما انما نحن فتنة فلا تکفر، ما سبب ابتلا و آزمایش شما اومدیم، ما اومدیم این فتنه را از سر راه شما برداریم، چه بسا شما ازش سوء استفاده کنید، پس شما کافر نشید و از این علم سوء استفاده نکنید. پس آنها یاد میگرفتند فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، پس اونها یاد میگرفتند از این علم آنچه را که میتوانستند بین شخص و همسرش جدایی بیندازند، یعنی راهی برای فتنه بود. خب بعدش وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قرآن فرمود وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، و اینها نیستند که ضرر رسانندگان یا آسیب رسانندگان به کسی باشند مگر با اجازه الله. یعنی اونهایی که از ضرر و آسیب به کسی میرسانند در حدود و اختیاراتی که الله سبحانه و تعالی اجازه میدهد، و این یک نوع ابتلا و آزمایش هست از جانب الله سبحانه و تعالی، حق تأثیر گذاری دارند. خداوند عزوجل فرمود که پس آنها یاد میگرفتند از آن دو فرشته چیزی را که به وسیله آن جدایی بیاندازند بین شخص و همسرش، حالان که آنها زیان رسانندگان به کسی برایشان نیستند مگر با اجازه الله سبحانه و تعالی. و آنها می آموختند چیزی را که برایشان ضرر می رساند و فایده‌ای ندارد. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. و اینجاست که قرآن کریم به صراحت ذکر می کند که سحر هیچ نوع فایده‌ای نداره. در مورد
شراب و نوشیدنی ها الکلی شاید منافعی برای بعضی درش باشه. یسألونک عن الخمر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. اما درباره اینکه وقتی از پیامبر پرسیدن که خمر حرام است یا حلال است، قرآن فرمود که به اونها بگو که فایده و ضرری داره، ولی ضررش بیشتر از فایدهشه و انسان عاقل باید اون چیزی که ضررش بیشتره رو کنار بذاره. اما در مورد سحر قرآن فرمود که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. سحر چیزی است که ضرر میرسانه و فایده ندارد و بنابراین به اتفاق امت اسلامی آموزش و یاد دادن و یاد گرفتن سحر و رجوع به آن همهش از اول تا آخر ممنوع، حرام و باطل است. و البته دانستند که هر کس خریدار چنین کالایی باشد پس در آخرت هیچ بهره‌ای نخواهد داشت. یعنی اونهایی که این را انتخاب کردند مطمئن باشند که در آخرت از خیر آخرت هیچ نفعی نمیبرند. و بد چیزی است ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون، اگر که آنها میدانستند. آیه 103 را هم ترجمه کنیم بعد بیریم سر میان برنامه. آیه 103 قرآن کریم فرمود و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگار می شدند البته پاداش و ثواب الهی بهتر است اگر که اونها می دانستند. امیدوارم که این ترجمه بتونه برای شما یه راهکاری باشه در روان فهمیدن قرآن. مفاهیم دیگری باقی است و شرح و تفسیر آیات با یک میان برنامه فاصله میگیریم و انشاءالله برمیگردیم به سر موضوع. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله عزیزان، همونطور که شنیدید مجموعه این 3 آیه یک سری مفاهیم را در بر داره که ما بعضی از اونها اشاره میکنیم. رسول من عند الله، قرآن کریم فرمود ولما جاءهم رسول من عند الله. اینجا یک پیام داره قرآن و زمانی که پیامبری از جانب الله به سوی اینها اومد، یعنی پیامبر خودش مدعی پیامبری نیست بلکه خداوند او را فرستاده و نشون میده که اهل کتاب این را میدونستند، چون الله سبحانه و تعالی قبل از قرآن تورات و انجیل و کتاب‌های دیگر را نازل کرده و در اون کتاب‌ها از پیامبران ما بعد هم خبر داده و این وجود داره. ولذا یهود وقتی که تورات میخوندند منتظر پیامبر موعود بودند. نصرانی ها، مسیحی ها وقتی انجیل میخوندند منتظر پیامبر موعود بودند و به همین خاطر اومده بودند شبه جزیره سکنا گزیده بودند. قرآن کریم میفرماید ولما جاءهم رسول من عند الله، هنگامی که رسولی که از جانب الله به سوی آنها آمد مصدق لما معهم، ادعا و افترا نیست، یک واقعیت. یهود در کتاب خودش که تورات باشه از پیامبر خاتم نام و نشان داره، اوصاف دارد، خصوصیات داره، میداند، میشناسد، همطور که در آیات دیگه انشاءالله میخونیم. یعرفون الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. عبدالله بن السلام یهودی که بعدها مسلمان شد رضی الله تعالی عنه و ارضاه فرمود به خدا سوگند ما پیامبر را قبل از دیدنش بهتر از فرزندانمان میشناختیم. یعنی اینقدر وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در تورات واضح و شفاف و زیبا نوشته شده که هر کسی میتواند همین که پیامبر را جایی دید او رو بشناسد و لذا یهود پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را هم با شکل و سیما و هم با اوصاف و اخلاق میشناختند. ولذا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه و ارضاه برای اینکه بشناسد پیامبر محمد ابن عبدالله علیه السلام وقتی به مدینه آمد واقعا پیامبر هست یا نیست، 2 روز هدیه برای پیامبر آورد. یک روز گفت که این زکات صدقه است که پیامبر نخورد، گفت
به دیگران گفت بخورید ولی خودشو نخورد. و یه روز دیگه هدیه آورد، پیامبر از اون خورد، سپس به اصحابش گفت اینم بخورید. آن وقت بود که سلمان گفت من در وصف شما خونده بودم که پیامبر خاتم این گونه است که زکات نمیخوره اما هدیه را میپذیرد. حتی تا این جزئیات در تورات و انجیل درباره پیامبر وصف شده و اینها کاملا میدونستند و ننگ بسیار زیادی بر اهل کتاب هست که با چنین اوصافی مشرکین بدبخت که تمامی بت‌های ساختگی را میپرستیدن، از چوب و سنگ و خرما و طلا و نقره و گل و هر چیزی که فکرش میکردید با دست خودشون ساخته بودن، اون رو میپرستیدن و کرنش میکردن، ذبح میکردن، نیایش میکردن. سر عقل اومدن و مسلمون شدن، ایمان آوردند. ولی اونهایی که اهل کتاب بودند، میدانستند، خوانده بودند، پیامبر را کاملا میشناختند، بهش ایمان نیاوردند. این بد دردیه. ولی پیامبر به هر حال مأمور هست و ابلاغ میکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند مطمئن است، از جانب خداوند مبعوث شده، برانگیخته شده و لذا وظیفه‌شو داره انجام میده. ابلاغ رسالت میکند. هر کی ایمان آورد، خوش اومد و مؤمن و مسلمان هست، اجر و پاداش هم در دنیا و آخرت میگیره. هر کی کافر شدم، جورش رو در دنیا و آخرت خودش میکشه. یکی دیگر از مفاهیم زیبای قرآنی در این آیات مصدق لما معهم هست که عرض کردم خدمت شما اوصاف این پیامبر خاتم علیه السلام علیه و علی آله و اصحابه السلام چنین بود که دیگه قابل انکار نبود برای هیچ کس. و یکی دیگر از تعبیرهای زیبای قرآنی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، یعنی اونهای عده‌ای از اهل کتاب که کتاب داشتن، یعنی تورات داشتن، در میان این تورات به هر حال آیاتی بود که دقیق بود و واضح و مشخص بود درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن اومد اونها رو تایید کرد، یعنی توراتشون رو تایید کرد در وصف پیامبر، در بعثت پیامبر، در اخلاق پیامبر خاتم علیه السلام، که متاسفانه یهود اومدن چیکار کردن؟ اومدن این باورها و این داده های قرآنی که تصدیق کننده تورات بود رو پشت سر انداختند و نادیده گرفتند. نبذ وراء ظهورهم، انداختند پشت سرشون. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، انداختند کجا؟ پشت سرشون. و این نشانه اوج بی اعتنایی و بی توجهی به تعالیم قرآن و ما قبل اون توراته. و همچنین در مورد مفاهیم زیبای دیگر قرآنی جمله نهایت این آیه 102 هست که قرآن فرمود 101 که انهم لا یعلمون، این کارشان، این بی اعتنایی و بی توجهیشون اونقدر زشت و نازنین بود مثل که هیچ نمیدونن از قضیه، در حالی که اونها اهل علم و رسالت و آگاهی و بینش بودن. و این یک نوع توبیخه. ببینید وقتی یک شخصی آگاهانه کار زشتی انجام میده، شما سخت‌تر بهش میگیرید به عنوان مربی و سرپرست یا پدر و مادر، چون که میدونید این کار انجام میدید، در حالی که یک شخص جاهلی نادانی اگر یک کاری سر بزنه ازش زیاد بهش سخت نمیگیری، میگه که خب ندونستی دیگه، بچه هست، جاهله، ناآگاست، اشکال نه، خدا ازش الان میبخشه، ما هم ازش میبخشیم، ازش میگذریم. اما یه شخصی که بارها بهش گفتی، بهش ابلاغ کردی یا میدونه اون قضیه که اشتباهست، باز هم اشتباه بکنه، این خیلی سنگینه و گناهش چند برابره. و یهود این چنین بود. ولذا قرآن کریم آنقدر که در قرآن کریم توبیخ اومده و تهدید اومده واسه یهود و نصارا، آنقدر واسه مشرکین و کفار نیومده.
علتش هم مشخصه. در آیه 102 ترکیب زیبایی داریم ما تتلو الشیاطین. ببینید وقتی که اهل کتاب ایمان به قرآن، پیام آسمان را، وحی الهی را، اون چیزی قلبها را زنده می کند و زندگی و حیات واقعی به انسان می بخشد رو کنار گذاشتن، پشت سر انداختن، بی اعتنایی، بی توجهی کردن، جایگزین اون چی شد؟ سحر و جادو، اباطیل، شبهات، ظلمات، تاریکی ها. و لذا امکان نداره انسان راهی را کج برود از حق مگر اینکه به سوی باطل باشه. یعنی به عبارت دیگر شما شبانه روز را برای خودت، یک روز را به خودت را محاسبه کن، یا کار مثبت انجام دادید یا کار منفی، از سومی وجود نداره. و لذا انسان مؤمن و مسلمان باید حریص باشد که هر وقتش پر باشه از خیر، حتی به زبان هم که شده پر کن با استغفار، با تسبیح و تحمید الله سبحانه و تعالی، با صلوات و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، با توصیه خیر به دیگران، با دیدن و زیارت به کسانی که حقی بر گردن تو دارن، پدر، مادر، برادر، خواهر، خویش، اقوام، همسایه، مریض، دوست، آشنا، استاد، مربی، و با نوشتن، با خواندن، با مطالعه، با گوش دادن به اخبار مثبت و امثال این کارهای خیلی خوب، با کار و کسب و تجارت حلال. پس بنابراین پر کردن فراغ روزمره با این سری برنامه‌های زیباست که به زندگی انسان جهت میده، در حالی که هر کدوم از این فراغ‌ها را اگر پر نکردید مطمئنا پرش خواهد شد با کار باطل و نازیبا. به یک دوست میگیم خب امروز به دیدن دوست و رفیقت رفتی؟ نه. کجا بودی؟ کاواره بوده، داخل سنترها پرسی میزده، نمیدونم الی آخره، کارهای نازیبا. کار و زندگی و تلاش داشتی؟ نه. پس چی؟ عاطل و باطل داشتم فیلم و سریال نگاه میکردم. ذکر و ثنا گفتی؟ نه. پس چی؟ داشتم ترانه میخوندم و آواز میخوندم، فحش میدادم و ناسزا میگفتم، دعوا میکردم و الی آخره. ببینید اگر که خوب نباشی حتما بد جاش میگیره. اگر قلب انسان مهر و محبت الله درش نباشد مطمئنا جاش محبت شیطان میاد، دوستی شیطان میاد. اگر زندگی انسان با خوبی ها پر نشه با بدی ها پر میشه، اینو مطمئن باشید. و لذا یهود در اینجا اشتباهی بزرگی کرد. وقتی پشت پا زد به تمامی آرمانهای مقدس تورات و از آن پس به مقدس قرآن کریم، اونها را به حال خودشون رها کرد تا اینکه به سحر و جادو رو آوردند. و مروجین سحر و جادو در دنیا یهودیان هستند، چون کینه و حسادت و نفرت و انزجار در میان مردم را زیاد میکنه. برادر واسه برادرش، خواهر واسه خواهرش، خیش واسه اقوام، همکار واسه همکار، الی آخره، دوست واسه دوست دیگر، به خاطر اینکه همدیگه را تو تله بندازن، مشکلاتی ایجاد بکنن. و لذا بدترین گناه بعد از شرک سحر هست. بدترین گناه بعد از شرک سحر هست و یکی از 7 گناهی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. از 7 گناهی که هلاک کننده است، ویرانگر است، پرهیز بکنید. یکی بعد از شرک چیه؟ سحر هست. هیچ خیری درش نیست. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. سحر اینی که انسان ادعای غیب بکند. سحر اینی که انسان پاپیچ بساره واسه انسان دیگه. سحر اینی که انسان خیرهای دیگران نباشه، بخواد مشکل سر راش درست بکنه. ولذا سحر تأثیرگذار هست ولی فاسد هست و انجامش فسق است، کفر، خروج از دین میشه. یکی دیگر از تعبیرهای زیبای قرآنی ما تتلو الشیاطین
قرآن نگفت شیاطین انس یا جن، به دلیل اینکه در سحر بدکاران جن و انس با هم همدستن. یعنی چی؟ یعنی شیطانهای انسی یا انسانهای شیطان صفت یا بدتینت دست میذارن تو دست جنهای بدکاره و از اونها طلب کمک میخوان و غالب سحرها و بلکه همه اون سحرها و جادوها از طریق جن عملی میشه. بله دوستان، امکان نداره هر سحری از طریق انسانهای جادوگر فاسق با جنهای فاسق رخ میده و لذا قرآن کریم فرمود واتبعوا ما تتلو الشیاطین، و شیطان یعنی رانده شده، بدکاره، خرابه، فاسق، فاجر. و لذا اینجاست که سحر از طریق انسانها و جنهای بد صورت میگیرد و لذا هر وقت که قرآن به تقوا، نماز و صلاح و رستگاری فرا میخواند، در حالی که شیطان به سوی چی؟ کفر و سحر و جادو و فساد فرا میخوانه، یعنی برعکسه. و علی ملک سلیمان یعنی در عهد و زمانه ملک و فرمانروایی و پادشاهی حضرت سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، نفی کفر از سلیمان از این جهت بود که همه میدونستن که سلیمان یک پیامبر عظیم الشأن هست، ولی نفی کفر در قرآن کریم از حضرت سلیمان به این خاطر که بسیاری از این احبار معتقد بودند که سلیمان علیه السلام وقتی اومده حیوانات، طیور، پرندگان الی آخری را مسخر خودش کرده، از راه سحر و جادو بوده و این کفره، در حالی که این علم الهی بود که به حضرت سلیمان داده شده بود. و مقوله هاروت و ماروت، دو فرشته معزز و مکرم، به مردم وقتی که سحر را یاد میدادن این بود که انما نحن فتنة فلا تکفر، از این جهت بود که اونها میدونستند که از این کار سوء استفاده ممکنه بشه و لذا بهشون گوشزد میکردن که حواستون جمع باشه که از این سلاح بد استفاده نکنید. ولی اونها ما یفرقون به بین المرء و زوجه، وسیله‌ای برای تفریقه بین شخص و همسرش استفاده کردند که متاسفانه در طول تاریخ بشر رواج داشته و دارد. خب اگر به شرح تفسیر مختصری از این آیات بخوایم بپردازیم، میتونیم بگیم که از این جمله از آیات قرآن کریم به حقیقت تلخی از تاریخ یهود سخن میگوید و خود آنها بدان علم و آگاهی داشتند. اونها در تورات و انجیل میخواندند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا پیامبر خاتم محمد ابن عبدالله است. اوصاف خلقی و خلقی اون رو هم میدونستند، ولی چون مبعوث شد و ظهور کرد منکر شدند و کفر ورزیدند. چنان به ندای مکرر قرآن بی اعتنا و بی توجه شدند که گویا هیچ نمیدانند و کاملا از موضوع بی خبر. شرح و تفسیر آیات را به علتی که دوستان اشاره میکنند از اتاق فرمان وقت نیست و گذار میکنم به برنامه دیگر به حول و قوه الهی. و صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.